سلام به همه شما دوستان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسین عبداللهی ام و شما هم خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز قراره در مورد رندر ستاپ و تنظیمات رندر صحبت کنیم که چجوری میتونیم چه تنظیماتی داشته باشیم که بتونیم یه کیفیت خیلی خوب داشته باشیم و بخوایم به کارفرما ارائه بدیم. خب ببینید، بدون تعارف بهتون بگم که برای اینکه بخوایم یه کیفیت خیلی خوب داشته باشیم از رندر، اینه که لازمه که واقعا یه کانفیگ و یه سیستم خیلی خوب داشته باشیم. چرا؟ به دلیل اینکه ما میخوایم رندر خوب داشته باشیم نیازمند اینه که تعداد پس ها بالاتر بره. این خلاصه ای از این ویدیو بود که من تو این یک کلمه بهتون گفتم. خب بریم سراغ خود ویدیو که ببینیم واقعا چجوریه تنظیمات. ببین الان من یه تست رندر گرفتم، شما میبینید این تست رندر رو ابعاداندازش تقریبا روی 700 داره میچرخه و میبینید که من دیتیل ها رو اصلا ندارم و نویز توی صحنه به شدت دارم و کلا کیفیت خیلی خوبی نداره. من حتی اگر روی همین ابعاداندازه بزنم فاینال رندرم بگیره، همین داستان باز هستش. پس لازمه اینه که اولین قدمی که وجود داره اینه که من توی رندر ستاپ بیام توی قسمت ابعاداندازه این رندر بالاتر ببرم، اینکریزش کنم، مثلا میذارم روی 2000 تا و بخوام براش فاینال رندر بگیرم و بعد میام توی تب ویری. توی این قسمت ما توی قسمت ایمیج سامپلر و پروگرسیو ایمیج سامپلر تنظیماتی هستش که میتونه برامون به دو مدل رندر بگیره، یکیش پروگرسیو و یکیش هم باکت که به جفتش هم میرسیم با هم. اول هم از خود همین پروگرسیو استفاده میکنیم که به صورت پیش‌فرض هستش. خب توی این قسمت ما میتونیم ساب دیوز هاشو، ضریب هاشو کم یا زیاد کنیم که به صورت پیش‌فرض روی 1 و 100 هستش و واقعا من پیشنهاد نمیکنم که بخواید این عددو کم یا زیاد کنید، چرا انقدر بهینه شده که همین تنظیمات هم اوکی هست. واقعا چیزی که لازمه و قراره که بدونیم یکیش در مورد تایم رندره. ما میتونیم تایم رندر رو روی 0 بذاریم که به صورت پیش‌فرض هم هست تا جایی که بخواد برای ما شروع کنه رندر گرفتن، و یا نه حتی میتونیم براش زمان تعیین کنیم، مثلا بگیم توی 10 دقیقه برای من تایمو استاپ کن، بیشتر از این دیگه برای من رندر نگیر. شاید مثلا سیستم خوبی داشته باشید توی 10 دقیقه که میخواد براتون رندر بگیره شاید حتی به 50 تا پس هم برسونه، بستگی به سیستم و مشخصه سیستم شما داره. و حتی شاید برای 10 دقیقه شاید یکی سیستم ضعیفی داره، حتی شاید به پس چهارم هم نرسه. پس مشخص باید کنید که چه سیستمی دارید اگه بخواید براش تایم بذارید. سر همین قضیه من خودم همیشه روی 0 میذارم و خودم تعیین میکنم که چه زمانی استاپ بشه. و توی این قسمت نویز تھرشولدش یکی از گزینه‌ترین، میتونم بگم مهمترین گزینه هایی هستش که ما باش سر کار داریم که این همیشه عددش روی 1/100 که کیفیت خیلی مطلوبی هم نمیده. واسه این ما باید این عدد رو نزدیک به 0 کنیم، مثلا بیایم انتخابش کنیم و مثلا تبدیلش کنیم به 5000 تا که عدد کوچیکتری هستش برای 0. و من میام مثلا توی تب جی آی، میدونید که به صورت پیش‌فرض همیشه این موتور رندرها روی بروت فورس و روی لایکش هستش. و نکته مهم اینه که ما خیلی نمیتونیم به پارامترهای بروت فورس دسترسی داشته باشیم، اما لایکش چرا؟ ما اینجا میتونیم ساب دیویزش رو کم یا زیاد کنیم یا حتی پریستش رو تغییر بدیم که اگر انیمیشن میخواد باشه میذاریم روی انیمیشن و اگر تک شات باشه روی همون استیل قرارش میدیم. که نکته مهمی که داره اینه که ساب دیویز رو ما اکثرا توی پروژه های داخلیمون میایم کم یا زیاد میکنیمش، یا مثلا اگه پروژه داخلی داریم این عدد از 1000 تا به بالاتر میبریم، ولی توی پروژه های خارجی که انجام میدیم همین 1000 تا هم کفایت میکنه چون خیلی نورهای زیاد نداریم با تنوع زیاد. و توی قسمت تب ستینگش مشخصات خود ویری هستش، در مورد لایسنسش هستش یا اگه بخوایم رندر فارم کنیم. و توی تب آخر تب رندر المنت یک تبی وجود داره به نام ویری بک تو بیوتی که خود کیاس گروپ هم داشت از این استفاده میکرد. من سرچ کردم که ببینم این رندر المنت چیه، شما میتونید توی همین جا ادش کنید برای خودتون. اگر من اینو دیلیتش کنم، شما اینجا توی این قسمت بکنید ویری بک تو بیوتی، داشت استفاده میکرد. برای خودم سوال بود که اومدم توی قسمت بلاگش اومدم دیدم که بله شما اگر بخواید از این ویری بک تو بیوتی استفاده کنید پارامترهای مختلفی رو بهتون میده، مثلا ویری لایتینگ، گلوبال ایلومینیشن، رفلکشن، اینا رو بهتون میده که در کنار هم دیگه همون خروجی اصلی رو براتون قرار میده توی قسمت کامپوزیت. ببینید توی اینجا اگر باز بشه، ببینید توی قسمت تب سورسش که ما اینجا لایت میکس رو داشتیم برامون باز میکنه تب کامپوزیت رو برای ما اینجا همش تغییر میکنه و برای ما اضافه میکنه که حتی بخوایم توی فتوشاپ هم ازش استفاده کنیم توی قسمت پست پروداکشن. من الان مثلا مثل طبق خود همین میام یک رندر فاینال میگیرم ازش و با هم ببینیم کارو. لایکش شروع شد و شروع میکنه برای من رندر گرفتن. ببینید الان تقریبا توی 30 ثانیه پس 3 شروع شد
و هر چقدر این پس بالاتر بره قاعدتا نویزهای من کمتر میشه و من میتونم خروجی بهتری رو داشته باشم. و یه نکته‌ای که وجود داره بچه اینه که زمانی که من نویز ترشولد رو گوشم روی 5000م، خب عدد خیلی بزرگیه که داره نزدیک به صفر میشه و تایم رندر من قطعاً بالاتر میره و باید خیلی زمان بذارم که بخواد این پر بشه تا بتونه به من اون خروجی خیلی خوب و تمیز رو به من بده که من توی صحنه نویز نداشته باشم. خب خیلی وقت میشه که من انقدر زمان ندارم که بخوام قرار بدم همچین چیزی رو براش که بخواد برای من رندر خیلی خوب بگیره. لازمه که چیکار کنم؟ من بیام رندرم استاپ کنم واسه اینکه بتونم خروجی زودتری داشته باشم. میام نویز ترشولد رو عددشو کمتر میکنم، مثلا میذارمش روی چند، مثلا روی 15000م و میذارم مجددا رندر بگیره که مثلا توی مثلا 5 دقیقه دیگه به جای اینکه 10 تا پس رد بشه 30 تا پس رد شده. این کاریه که ما میتونیم انجام بدیم و این عددش رو کوچیک‌تر کنیم و این فاصله دورتر از صفر باشه براش. خب راه حل چیه؟ راه حل به این صورته که ما میتونیم داخل رندر المنت هامون از المنت هایی هم استفاده کنیم که میتونه کمکمون کنه که ما کیفیت های بهتری رو داشته باشیم. مثلا مثل چی؟ مثل ویری دینویزر. توی ویری دینویزر ما کمکمون میکنه که نویز ها رو برای ما اپ بین ببره، اما نکته مهمی که داره این ویری دینویزر باعث میشه که ما دیتیل ها رو از دست بدیم و این نکته خیلی مهمیه. من زمان گذاشتم، وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم که بخوام ترمواله های خیلی خوبی داشته باشم و کارفرما اینها رو ببینه توی کار و وقتی ویری دینویزر فعال بشه تمام اینها به صورت خمیری شکل میشه و من خیلی جزئیات رو به خوبی ندارم. الان به عنوان مثال من توی قسمت رندر المنتم اگر بیام اینجا و ویری دینویزر رو فعال کنم برای خودم و بذارم رندر بگیره با هم میتونیم ببینیم. توی آموزشایی که من همیشه انجام دادم و شما دیدید من همیشه میومدم ویری دینویزرم رو روی انویدیا ای آی دینویزر میذاشتم و روی خود ویری نمیذاشتم. اما یه خوبی خود ویری دینویزر داره که انویدیا ای آی دینویزر نداره، اینه که توی قسمت ویری دینویزر به مراتب میاد نویزها رو از بین میبره، به مراتب، و کمکت میکنه که تو دیتیل ها رو از دست ندی توی کارت. خب الان مثلا شما با دقت این قسمت رو ببینید، ما تایل ها رو نمیبینیم. اینجاها ببینید هنوز ما تایل ها رو داریم ولی به شدت نویز زیادی هم داریم. من باید زمان بذارم، هی انرژی بذارم، وقت بذارم تا بخواد این پس بالاتر بره تا بتونه به من کیفیت بهتری بده. بس با هم ثبت میکنیم ببینیم مثلا تا 30 تا پس برسه چه اتفاقی واسش میفته، ببینیم چقدر نویز های منو میتونه از بین ببره و چقدر میتونم من دیتیل رو داشته باشم. ببین الان از پس 4م نویز ها رو یه مقدار از بین برد ولی خب من میبینید که دیتیل ها رو هم از دست دادم. ببینید این چقدر خمیری شکله، اینجا مات و بلر شده اصلا. و خیلی هم نویز ها رو از بین نبرده. نکته مهمش هم این هست، ببینید ما داریم این نویز ها رو هنوز. پس من باید زمان بذارم پس بیشتری بشه تا بتونه کیفیت خیلی بهتری رو به من بده. فکر میکنم مثلا 10 تا پس دیگه جلوتر بره میتونه یه تغییری ایجاد کنه توی رندرم. یعنی الان پس 23 هستش، نزدیک به 30 تغییرات خیلی بهتری رو احساس میکنیم. ببینید هر چقدر این پس بالاتر بره ما دیتیل های بیشتری رو به دست میاریم و کمتر دیتیل از دستمون خارج میشه و نویزهای کمتری هم تو صحنه خواهیم داشت. ببینید وضعیتش اینجا یه مقدار داره هی بهتر و بهتر میشه. من خلاصه‌ای که در موردش بهتون گفتم که سیستم قوی میخواد دقیقا همچین قسمتیه. اینکه شاید کسایی هستن که مشخصات ضعیفی دارن و توی 3 دقیقه نمیتونن 32 تا پس رو رد کنن با این ابعاد اندازه. به خاطر همین گفتم شاید مثلا توی 3 دقیقه شاید 4 تا پس رد کرده باشه، 5 تا پس رد کرده باشه و لازمش اینه که زمان بذارید و بخواد این پس بالاتر بره تا بتونه خروجی بهتری به ما بده. این حالت ویری دینویزر خود ویری هستش که خیلی به نظرم بعضی جا بهتر از خود انویدیا ای آی دینویزر عمل میکنه به دلیل اینکه دیتیل های کمتری رو ما از دست میدیم داخلش. این نکته مهمیه.
وگرنه شاید توی نویز اپ بین بردن شاید ضعیف‌تر باشه، اما نویز کمتری رو اپ بین میبره که شما دیتیل کمتری هم از دست بدی. این نکته مهم و طلاییه که ما باید بدونیم اینو و داره خوب میشه کار. 39 تا پس داره خوب در میاد کار. یه لحظه بنده خدا ترکید. من بخاطر این بود که هی من عقب جلو کردم، باگ خورد بهش. این الان درست شد. سر 40 تا پس واقعا دیگه تغییرات رو به خوبی داریم میبینیم. من استاپ میکنم، رندر رو استاپش میکنم، میام حالت ویری دینویزر رو روی قسمت دینویزی انجینش رو روی انویدیا ای آی دینویزر میذارم. همونجوری که میدونید توی آموزش قبلی هم که با هم کار کردیم ورکشاپ ها، اینه که توی قسمت انویدیا ای آی دینویزر پس 4 که فعال بشه به شدت غلظت میتونم بگم خمیدگی توی رندرمون خیلی موج میزنه، چون دینویزینگ فعال میشه به صورت قوی و ما الان میبینید که توی پس 4 ما چقدر تایل ها رو دیگه نمیبینیم، همش خمیده شده، خمیری شکل شده قشنگ. پس 3 ببینید، پس 4 دقت کنید هیچ چیز از تایل نمیبینیم، ما فقط یه خط خیلی محو داره که مثلا بگه بله اینجا تایل داره. ببین چقدر دیتیل داریم از دست میدیم. این داره درخت رو ببینید، هیچی ازش به خوبی نمیبینیم، مشاهده نمیکنیم ازش. و اینم دقیقا مثل ویری دینویزر لازمش اینه که صبر کنیم بخواد پسش بالا بره تا بخواد به من خروجی بهتری رو بده. ببینید نزدیک به 30 تا پس شدیم، قبلی تا 40 تا پس رفت و میبینید که ما هنوز دیتیل ها رو به خوبی نمیبینیم. ببینید توی این قسمت ها ما هنوز اون خمیری شکل رو داریم. واسه واقعا لازمش اینه که ما زمان بذاریم تا بخواد این پس هی بالاتر بره تا بخواد به خروجی خیلی خوب تری برسیم. ما درسته میتونیم تنظیمات رو توی تبع ویری ساب دیویس ها رو کم یا زیاد کنیم. اگر زیاد کنیم که باعث میشه که چی؟ ما این پس بالاتر رفتن خیلی بیشتر طول بکشه. یعنی اون نکته طلایی توی خود همین قسمت بارش نهفته است که اینکه شما زمان بذارید هی این جلوتر بره تا بخواد دیتیل ها رو به ما برگردونه. به قول مافیا ما از کنستانتین میخوایم که دیتیل ها رو به بازی برگردونه. اینجا از ویری دینویزر میخوایم. حالا مثلا من میتونم تو همین قسمت از این گزینه استفاده کنم، از فالو موس بیاد شروع کنه اینجاها رو واسه من. نگاه کنید چه تعداد پس بالا میره، دیگه تمرکز میکنه توی این قسمت ها و اینجاها رو برای من درست میکنه. ببینید با چه سرعتی هم داره این کارو میکنه. ببینید تمیز کرد. من اینجاها دارم با دقت ببینید اینجا رو. بعد گذشت چند تا پس اینجا درست میشه. ببینید الان اینجا خیلی فاحشه این قضیه. ببینید اگه من بذارم اینجا موس بمونه قشنگ ما میتونیم فرقش رو بعد از چند تا پس بفهمیم. ببینید درست کرد. ببینید اینجا هم ما داریم. پس واقعا لازمش اینه که ما چی؟ بخوام اینو خاموشش کنم شروع کنه کامل محیطو درست کردم و لازمش اینه که واقعا ما زمان بذاریم تا بخواد خروجی خیلی خوب به ما بده. الان مثلا ببین تقریبا داره میشه 6 دقیقه و من به این کیفیت رسیدم. به مراتب باز نگاه کنید خیلی بهتر شد. توی قسمت ویری دینویزر قبلی اصلا فاجعه بود، ما هیچی از اینا رو نمیدیدیم، ولی باز اینجا هی داره بهتر و بهتر میشه. اینجا ببین چقدر بهتر شده این قسمت ها.
هنوزم که هنوزه ما اینجا اینا رو نمیتونیم به خوبی ببینیم، هی پیکسله. خب تا اینجا اوکیه، ما اینجا تا پروگرسیو رو فهمیدیم به چه صورته. یه ویژگی دیگه هم داره توی قسمت ایمیج سمپلر، به صورت تایپش میتونیم روی باکت بذاریم که خود من به شخص خیلی از این اصلا واقعا استفاده نمیکنم. الان مثلا توی قسمت مکس ساب دیویزش ما میتونیم عدد بالا ببریم، مثلا روی 32 قرار بدیم که بخواد پردازشش بهتر بشه. توی قسمت نویز رو داشتم همینجا عددش روی 1/10 ما میتونیم اینو بالاتر ببریم، مثلا روی 14 بذاریمش یا 4000 بذاریم. توی قسمت باکت ویچ هم ما میتونیم باکت هایی که داره رو ابعاد اندازش رو کوچیک یا بزرگ کنیم، چون هر چقدر کوچیک‌تر بشه وقت بیشتری میذاره و میتونه خروجی بهتری به ما بده. الان مثلا من اینو میتونم روی 48 بذارم یا بیام کمترش کنم، مثلا اینو بذارم روی 32. ببین چه اتفاقی میفته. این مربع هایی که اینجا میبینید مربع ها تعداد هسته های سی پی یو شما و ترید ها هستن و هر چقدر که سی پی یو قوی تری داشته باشید یا چندین سی پی یو رو به هم متصل کنید، چند تا کامپیوتر کیس رو با هم متصل کنید، اینها مربعاش بیشتر میشه و براتون میتونه رندر خیلی بهتری بگیره، اما خیلی زمان بره. ببینید دونه دونه مربع ها رو شروع میکنه پرداش کردن، هر کدومش که خوند و خروجی به ما داد میره طرف باکت بعدیش. حتی میتونم فالو موس بدم، مثلا بگم از اینجا شروع شه، به تمامش میان اینجاها، دور موس من میچرخن. این خیلی زمان بره. کسایی که سیستم قوی ندارن اصلا پیشنهاد نمیکنم سراغ باکت برن، چون به شدت نیازمند کانفیگ قوی سیستم هستش و واقعا لازم داره. میگم اینا رو کسایی انجام میدن که چندین تا کیس کنار هم دارن و این سیستم ها رو به هم متصل میکنن و میتونن رندر فارم به اینا میگن و شروع میکنن رندر گرفتن. جایی مثلا الان نمیدونم شاید 24 تا دونه باشه، چون 24 تا دونه ترید داره سی پی یو من. ارسال خدمتتون برای اون شاید میشه اندازی که 200 تا دونه. خیلی اختلافه. ولی ببینید کیفیتون اصلوی میده. من خیلی هم دیتیل رو از دست ندادم توی کارم. و به این صورته. کل رندر گرفتن داستانش به این صورته که شما بیاید خودتون به صورت پیش‌فرض روی همون قضیه پروگرسیو بذارید، چون رندر فارم نیستیم ما و میتونه همین مشخصات باشه و من اینجا تنظیمش مثلا بذارم روی 5000 و اگر کار خارجی انجام میدم روی همین 1000 تا میتونه باشه. از ویری دینویزرها میتونم استفاده کنم، فرقی نمیکنه، میتونه برای انویدیا باشه یا حتی برای اینتل باشه یا برای خود ویری. فقط لازمه که من بیام توی این قسمت بزنم رندر بگیره، ابعاد اندازه بزرگی براش در نظر بگیرم و بذارم تا این پس بره بالا به 40 تا 50 تا برسه تا بتونه یه خروجی خیلی خوب به من بده که من دیتیل ها رو از دست نداده باشم و نویز ها هم نباشه توی صحنم. امیدوارم که این آموزشم به درتون خورده باشه و بتونید از این به بعد رندرهای خیلی با کیفیت تری هم بگیرید. ممنون ازتون که ویدیو رو دیدید و آنلاین دیدید. مرسی ازتون. تا ویدیو دیگه هم مراقب خودتون باشید. فعلا خداحافظ.